الان 3 هفته است دارم میرم شما امروز به من میگی من نقص مدرک دارم؟ خدا وکیلی نمیدونم چرا همه شمایی که برمیگردید فکر میکنید اینجا بی‌قانونیه. عمو منم حامل. مامانتینا تایی کوچه ما میشستن. 7 ماه اومدین ایران دیدن آقا جون نیومدی. 7 ماه چشمش به دره. خداییش خیرش هم به همه رسید برعکس بابا. بگی کنار رو خط سرعتی آقا بزن کنار. سلام زهره خوبی؟ الحمدلله شما خوبین؟ بچه‌های خوبی داری قدرشونو بدون. خدا از گناهشون بگذره. آقا جون رفت منتظر بود شما رو ببینه بره. نمیگی ما کیف میکنیم داداش داریم. وصیت‌نامه اینجا هست یا نه؟ کی کار تدریس تو دانشگاه درست کرد؟ برای چی مزخرف میگی؟ کی هستی که کار من راه بندازی؟ بابا مرد رفت. این پول شماست مال توییم. این پول حرومه. الان به من گفت میخواد سفرشو بندازه عقب. شک کرده دیگه. پوفیوز پولکی